حکیم سنایی. حکیم سنایی یکی از شاعران بزرگ عرفانی و از نخستین شاعران متصوف به حساب می رود. کلمه های عرفان و متصوف برایتان نافهمه است. از این لحاظ شرح می دهم. عرفان علم شناخت خدا است و متصوف باشد شخصی که برای تصوف در آمده است. دوام می دهیم. آثارش نسبتاً بزرگ است. یک کلیات کلان حجم را تشکیل می دهد. کلیات او یعنی همه اثرهایش از مثنوی، قصیده، غزل، رباعی و قطعه ها عبارت است و حالا با شما آنها را مختصر دیده می برویم. کلانترین اثرش که به نام بهرامشاه غزنوی انجام داده است حدیقت الحقیقت و شریعت الطریقت بوده، بیشتر با نام حدیقت الحقیقت یعنی باغ حقیقت ها مشهور است. این مثنوی مهمترین و قدیمترین شاهکار عظیم عرفان عجم یعنی ادبیات فارس تاجیک به شمار می رود. ادیب آن را در طول 11 سال نوشته است. از 10 باب و 10,000 بیت عبارت است. حدیقت الحقیقت از مقدمه، باب‌های آید به عقل، علم، حکمت، عشق عبارت بوده. 2 باب آخر آن را سنایی به سرگذشت خود و مدح یعنی تعریف و توصیف بهرامشاه غزنوی و بزرگان دولت آن زمان بخشیده است. از جمله مسئله های توجه به حق، قربان کردن عقل در پیش قرآن، راهبری علم به سوی خانه خدا نه به سوی مال و نفس و غیره را بیان نموده است. اثر با نام الهی نامه نیز معروفیت دارد. در هر باب مثنوی حکایت، روایت و تمثیلات فراوان جای دارد. دیرتر این طور سخن گفتن را از سنایی، عطار نیشاپوری، مولانا رومی، نظامی گنجوی و دیگران در مثنوی هایشان استفاده کردند. به خاطر آرید بازرگان و طوطی را از مثنوی معنوی جلال الدین رومی. بعد از اون که این کتاب به آخر رسید، علمای متعصب یعنی عالمان با غرض اون دور به وی اعتراض کردند و او را به کفر متهم نمودند. وی برای حمایه خود از هجوم جاهلان یعنی بدانشان و ظاهر پرستان اثرش را برای بهای بیغرض دادن و به علمای مرکز خلافت عرض نمودن به برهان الدین ابوالحسن غزنوی فرستاد و به آن را خط در شکل شعر نیز ارسال نمود که پارچه از آن این است: تو به بغداد شاد و من ناشاد، خود نگویی ورا رسم فریاد، سال و ماه ترسان و اندوهگین، مانده محبوس تربت غزنین. این کتاب که گفتم در پند، چون ره حور دلبر و دلبند. هرچی دانستم ز نوع علوم،
کردم جمله خلق را معلوم. یک سخن زین و عالم دانش، همچو قرآن پارسی خوانش. این سخن را مطالعه فرمای، نیکویی در جواب باز نمای. جاهلان جمله ناپسند کنند و از سر جهل ریشخند کنند. وان که باشد سخنچین حکیم، همچو قرآن نهد ورا تعظیم. مثنوی های دیگری حکیم سنایی خردترند. مثنوی مثال سیر العباد از آفرینش انسان، خیل‌های عقل و نفس بحث می نماید. طریقت التحقیق از محبت الهی عبارت است. عشق نامه، عقل نامه، تجربت العلم، همه‌شان به مسئله های عرفانی و پند و اخلاق بخشیده شدند. یگانه اثری که مضمون فلسفی و عرفانی ندارد کارنامه بلخ است. محققان ایجادیات صناعی، یعنی شخصانی که ایجادیات حکیم را آموختند، آن را اولین اثر حکیم صناعی می شمارند. همگی مثنوی در حجم 500 بیت است. آن را در بلخ نوشته برای دوستانش به غزنه فرستاده است. از بس که شاعر آزاد فکر از غزنه با اعتراض و نفرت به صنف حاکم آن زمان بیرون رفته بود، در کارنامه بلخ آهنگی هجو و تمسخر را به اشرافزادگان و روحانیان بلخ، اینچنین به شاعران مداح زیادتر کرده به بعض مسئله های اجتماعی نیز توقف نموده است. غیر از این صناعی مکتوبات دارد، همگی 17 عدد، که برای فهمیدن حیات شخصی او، نقطه نظری وی به زمانه و زندگی خیلی جالب است. مکتوباتش به بهرامشاه غزنوی، وزیر کیوان الدین، مخصوصاً مکتوب‌های او به خیام خیلی مهمند. وی خیام را فیلسوف بزرگی به همتای نیشاپور دانسته، با او مناسبت دوستی هم داشته است. صناعی غیر از اثرهای جداگانه مثنوی و مکتوبات، دیوان اشعار دارد که آن را تا آخر عمرش ترتیب داده است. شکل شعری دیوان اشعار گوناگون است. جای اساسی را قصیده و غزل اشغال کرده است. قصیده ها قسماً مدحیه، یعنی وصف شاهان و بزرگان دولت، اکثر فلسفی و عارفانه، یعنی پرهیزگاری از دنیای نفس، محبت الهی می باشند. اینچنین در قصیده ها عقیده های اجتماعی او تنقید زمان فئودالی و نمایندگان صنف حاکم انعکاس یافتند. اکثر غزل های صناعی عارفانه و قلندریانه هستند، ولی ترنم عشق واقعی، بیان احساسات پاک عاشقانه هم به نظر می رسد. مثلا ای نگار دلبری زیبای من، شمع شهر افروزی شهر آرای من، جز برای دیدنت دیده مباد، روشنی دیده بینای من.
جان و دیل کردم فدای مهری تو، خاکی پایت باد سر تا پای من. از همه خلقان دلارامم تویی، ای لطیف و چابکی زیبای من. رحمت بر من کن و دستم بگیر، گر نیاری رحم بر من وای من. زار می نالم زی دردی عشق تو، زانکی تا تو بشنوی آوای من. و این گونه غزل ها بازتابی طبیعی مرحله های جداگانه زندگی حکیم سنایی می باشد. رباعیات سنایی شیوا و روان و دلپذیر و عمفهم بوده زود به دل خواننده جای می گیرد. بر خواب نهم پیش تو سر گر خواهی، وان خاک کنم زی دیده تر گر خواهی. ای جان چو به یاد تو مرا کار نکوست، جان نیز دلنگارو ببر گر خواهی. چه خیلی که در بالا گفته گذشتیم، موضوع پند و اخلاق در تفکر سنایی موقع کلان دارد و آن را در همه نمود اثرهایش عکس یافته است. چنانچه منیشیم با بدان که صحبتی بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتاب هرچی روشن است و را پاره ابر ناپدید کند. یا اینکه گفت در وقت مرگ اسکندر، همه را خواند کهتر و مهتر. گفت اینک دو دست خود بستم، هین بگوی چیست در دستم. آن یکی گفت جوهر داری، وان دیگر گفت گوهر داری. آن یکی گفت نامه ملک است، وان دیگر گفت خاتم ملک است. گفت نه نه که جمله در غلطه، همه راه هوس همی طلبید. در زمان هر دو دست خود بکشاد. گفت در دست نیستم جز باد، سال 300 به یاد دارم من، زان همه عمر باد دارم من. خیلی که میبینید ایجادیاتش در روانی و بلاغت به همتاست. بالاخره صافی کردن دل از هوای نفس و اخلاق بد با کیمیای عشق، از این را مشاهده تجلی معشوقی ازلی در همه موجودات جهان و پیوستن به معشوق. این است مضمون حیات صوفیان و بیشتری شعرهای حکیم سنایی.